یک قاشق غذاخوری خمیر مایه، یک گیلاس شیر، یک قاشق چایخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری بوره را با هم مخلوط میکنیم. میمانیم که چند دقیقه باشن. حالا 2 تا 3 گیلاس آرد کنار دست ما میمانیم. کم کم کده به مواد اضافه میکنیم و خمیر میکنیم. خمیر ما باید اینمطور نرم و صاف باشه. حالا میمانیمش برای 2 ساعت که خوب صحیح خمیر برسه. وقتی که خمیر ما رسید روی میز آرد پاشی میکنیم. خمیر تقسیم میکنیم به زوالگکای خرد خرد. قسمه که شما در تصویر میبینین. بعد از زوال شدن کل خمیرها را اوار میکنیم. البته اگر دوست ندارین که خیلی آرد بازی شوه، شما این کار امرای روغن هم میتونین که انجام بدین. خب حالا خمیرها را کلش اوار کردیم. حالا کم مسکه باید داشته باشیم که هر کدام خمیر در ظرف میمانیم در روش کم مسکه چرب میکنیم و خمیر بعدی را میمانیم اما طور تکرار میکنیم. قسمه که شما در تصویر میبینین. حالا خمیر میمانیم برای چند دقیقه که دم راست کنه. 10 تا 15 دقیقه کافی هسته. حالا خمیر ما آماده پختن هسته. قسمه که شما در تصویر میبینین این خمیر اما طور صاف و نرم و یک دست هسته. ببینین چه خوب یک خمیر شده. حالا خمیر از ظرف میاریم بیرون. دوباره میمانیم سر میز. امرای دست یا اگر دوست دارین میتونین امرای آشگاز خوب صحیح اوارش کنین. قسمه که در تصویر میبینین خیلی آسان و ساده اوار میشه. خیلی بهتر است که خمیر امطور گرم نگاه کنیم. اگه خمیر یخ کنه یه رقم سخت میشه. تو راحت ما نمیتونیم که اوارش کنیم. حالا دیگه وقتش است که خمیر رول کنیم. قسمه که شما در تصویر میبینید امو خمیر رول میکنیم. پختن از این پراته یک کمک جنجالی به نظر میرسه اما به نظر من جنجالی نیست. خیلی زود آماده میشه. خمیر ما آماده هسته که برش بتیم. البته اگر شما میخواین که پراته اتور کلان باشه شما میتونین برشار یک کم کلان بگیرین. اما من به خاطر که برای طفلای خرد جور میکنم خوش داشتم که امطور خرد باشه. قسمه که شما در تصویر میبینین به همین راحتی اوار میشه. تاورم که ماندیم از قبل گرم شده. همگیشه دانه دانه در تاوی گرم مندازیم. میمانیم که پخته شون. من کمی روغن زیتون استفاده کردم. اگر شما دوست دارین میتونین که از مسکه استفاده کنین یا روغن نرمال. هیچ فرق نمیکنه. از هر روغنی که در آشپزخانه تان استفاده میکنین از عمود پخت از این پراتم استفاده کنین. حالا دیگه پراتی خوشمزه و خوش رنگ و مقبول ما آماده هستن. میتونین امرای شیرچای یا چای نوش جان کنین. خداحافظ.